بچه‌ها سلام. سلام. بهترین کافه‌ای که سراغ دارین تو شیراز. کافه بیولند. چه آیتمیش؟ پاستا. مرسی، ممنون. خب ما هم اومدیم بیولند توی خیابون برق. در اصل ساختمون 2 طبقه است که توی حیاط و تراسش میز و صندلی چیدن و مابقی ساختمون رو هم یکم جلوتر میگم چیکار کردن. در کل وایب خیلی خوبی ازش گرفتیم چون هم فضای خیلی خوبی داشت، هم رفتار پرسنل حرفه‌ای بود. از اون کافه‌هاست که قشنگ میتونی 1-2 ساعت بشینی و چیزی هم اذیتت نکنه. خب طبق پیشنهاد دوستمون ما پاستا سفارش دادیم که البته چون نگفته بودن چه نوع پاستایی به سلیقه خودمون پاستا پستو رو تست کردیم که واقعا خیلی خوب بود. هم حجمش هم طعمش. فضای داخل ساختمون رو هم تبدیل کردن به فروشگاه. البته چیزای خیلی خاص و باحال. خوبیش اینه که طبقه بندی کردن. مثلا یه اتاق فقط لوازم تحریر یا یه اتاق فقط کتاب. خلاصه اینکه دست خالی از فروشگاه نمیای بیرون. خب نظر تو چیه؟ اگه قبلا اینجا بودی نظرت رو توی کامنت برامون بنویس.